السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله عز وجل في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإذا قال ربنا عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. جهان سپاس از شما سروران و عزیزانی که همواره همراهی من میکنین در برنامه پاسخ نور و همچنان تشکر و تقدیر میکنم از همکاران عزیزمان در تکنیک تلویزیونی نور که همواره برای پخش و نشر برنامه های دینی و اسلامی تلاش میکنن و برای اینکه هموطنان عزیزی ما در هر کجایی که هستن و دسترسی به این دریچه و به این تلویزیون دارن از داشته های دینی و اسلامی استفاده بکنن و همچنان نظریات و سوالات خود را با علمای این سرزمین شریک بسازن. الله در حسنات همه من و شما حساب بکند. دوستای عزیز، عنوان برنامه امروز ما و شما حرمت اسراف از دیدگاه اسلام هست. در این شکی نیست که از جمله صفات بدی که انسان با خود خدا نخواسته داشته باشد و شریعت اسلامی از داشتن اون صفات منع کرده است، یک تاش صفت اسراف است. انسان ها معمولا به دو بخشی از صفات سر و کار دارند، صفات منفی و صفات مثبت. پوینت های مثبت و پوینت های منفی، ویژگی های خوب و خراب که معلوم هست برای هر صاحب خرد، برای هر صاحب عقل، برای هر انسانی که الله همه امکانات و نعمت های خود را شامل حال انسان گردانیده است، برش بینایی داده است، شنوایی داده است، قوه تفکر و تعقل داده است، قوه فهم و دانش داده است. انسان این را میداند که موجودیت صفات مثبت در وجود انسان مطلوب شریعت اسلامی هستند. یعنی انسان مسلمان باید مبنای زندگیش ایمان باشد، تقوا باشد، اخلاص باشد، صداقت باشد، اخلاق نیکو باشد، صداقت و دیانت و عدالت باشد و همچنان زندگی کردن به زیر سایه اسلام مطابق دستورات و اوامر و نواهی شریعت زندگی کردن باشد. و همچنان این انسان این را هم میداند که شریعت اسلامی از داشتن ویژگی ها و خصوصیات منفی منع کرده است و اسلام دوست ندارد که یک مسلمان آراسته به ویژگی های منکر، بد و ناشایسته باشد که شریعت اسلامی اون ویژگی ها را در وجود انسان نمیخواهد. مسلمان تا پکار ده چه هغه صفات او ویژگی او خصوصیات ځان سره وساتي چې قرآن او سنت پکې امر کړی ده و از صفات منهی، از صفات منکر، از صفات ناروا، از ویژگی هایی که اونها را اسلام شریعت حرام میدانند، مسلمان باید گوشه باشد، زن باید لری وساطی. به خاطر اینکه محارم قرق هستند، انسان به حرام نباید تج بکند و همچنان از جمع اون صفتهای حرام و ناشایسته که امروز عنوان برنامه ما آن را تشکیل میدهد همین حرمت اسراف هست. اسراف از نظر اسلام حرام است. راغب اصفهانی میفرماید که اسراف عبارت است از
تجاوز الحد في كل ما يفعله الإنسان وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر. اسراف عبارت است از تجاوز کردن و پا به فرار گذاشتن از حد معمول و معقول در هر آن کاری که انسان میکند. در هر کاری که انسان میکند از حدی مشروع و معقول و معمولش بیرون برآمدن اسراف هست. فإن كان ذلك وإن كان ذلك في الانفاق اشهر، اگرچه موضوع اسراف در انفاق و خرج کردن با مال و ثروت و دارایی ارتباطی بیشتر دارد. سفیان ابن عیینه رحمه الله می فرماید ما انفقت فی غیر طاعت الله صرف و این کان ذلك قلیل. سبحان الله. این دانشمند جهان اسلام چقدر سخنی کلیدی جامع و پرمحتوا را اشاره کردند. ما انفقت فی غیر طاعت الله، ای مسلمان، زنی مسلمان، مردی مسلمان، دختری مسلمان، بچه مسلمان، هر کسی که تو خدا بنده الله رهرو و پیروی رسول الله صلی الله علیه و سلم میدانی، آنچه که از مال و ثروت و دارایی خود در عدم اطاعت الله، در غیر اطاعت خدا مصرف میکنی، او اسراف است، او حرام است، ناروا است. مواظب بوده باشی. و این کان ذلک قلیلا، اگرچه اندک باشد، اگرچه معمولی باشد، حرام یک ذرهش هم حرام است. این گلاس چای اگر یک قطره از زهر به این بیفته، این گلاس چای پاک است، طاهر است، اگر یک ذره از اشیای ناپاک شراب دهی بیفته حرام میشه. همین گونه مال تو پدری مسلمانم، ثروتی تو مادری مسلمان، تو خواهری مسلمان، تو برادری مسلمان، خلاصه تو مرد و زنی مؤمن، مال و ثروت و دارایی را که شریعت اسلامی بری تو رب ذوالجلال در چینل و چوکات دین برات نصیب کرده است، به حیث یک مسلمان هوش داشته باشی، مواظب باشی، متوجه باشی که در غیر اطاعت خدا مال خدا مصرف نکنی. ثروت و دارایی خدا را که الله برات داده است، ثروت و دارایی خدا دادگی را در غیر یعنی امر خدا و رسول، در راه نامشروع، در راه حرام، در مواردی که اونجا حرام است یا شبهه حرام اونجا وجود دارد، مال خود را مسلمان مصرف نکنی. الله رب العالمین در آیت 53 سوره الزمر می فرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم به بندگان من بگو که ای بندگان من، کسانی که شما به نفسهای خود اسراف کردین، به حیث انسان در گفتارتان اسراف کردین، به دیدنتان اسراف کردین، در شنیدنتان اسراف کردین، در خرج کردن مالتان اسراف کردین. اسراف همون ویژگی و صفتی که حرام است که مسلمان با او به سر و کار نداشته باشه. داشتنی از او و بودنی از او در وجود یک مسلمان نامطلوب است، حرام است، نادرست است. مرد مسلمان، جوان مسلمان، زن مسلمان، بنده الله، دوستدار رسول الله، امتی محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، هر کسی که هست، زن یا مرد، پیر یا جوان،
عرب یا عجم، سیاه یا سفید، هر کسی که هست باید از اسراف کنار باشد، از اسراف دور باشد. چون خداوند در آیت 53 سوره الزمر می فرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. محمد صلی الله علیه و سلم به بندگان من بگو، بندگانی که به نفسهای خود اسراف کردن، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نباشید. لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله، از مغفرت الله، از مهربانی خالقتان ناامید نباشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، یقینا خداوند همه گناهان را معاف میکند. البته برای انسانها معاف میکند، برای توبه کنندگان معاف میکند، برای اونهای معاف میکند که از گناهی کردگی پشیمان هستند، آه و ناله و فریاد و فیغان خود را به دربار الله بلند میکنند. خدایا بنده گناهگار و عاصی و نافرمانت به دربار دست بالا کرده است و گریان کننده و نالان و فیغان کننده و اقرار کننده به گناهانی که انجام داده است به دربارت دست بالا کرده است. خدایا معافم بکن. بعد الله میگه به تو بنده من معاف میکنم. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند همه گناهانی همچو انسان معاف میکند. انه هو الغفور الرحیم، چون یقینا او ذات بخشنده هست و مهربان است. اگر اختیاری انسانها به اختیاری انسانها می بود، من کسی را خوش داشتم شاید می بخشیدم، کسی را خوش نداشتم او را جدا می کردم نمی بخشیدم، کسی را خوش داشتم او را به یک جای بلند می شاندم، کسی را که بد می بینم او را هیچ متوجهش نمی شدم. متاسفانه انسانها به همین منوال و چینل روان هستند. انسانها را الله فهمید که به همون مقداری توان و فهم و درکشان مکلفیت برشان داده است و متوجهشان ساخته است. الله میگه انه هو الغفور الرحیم، یقینا رب ذوالجلال بخشنده و مهربان است. والاسراف یتناول المال و غیره، اسراف در برگیرنده مال هم است. بیشتر قول مشهور و آنچه که مشهور بین مردم در مجتمعات هست، در نظام اجتماعی هست، او امی است که اسراف در مال باید نشود، در ثروت و دارایی باید اسراف نشود. اما آنچه که واقعیت هست، آنچه که درست هست، آنچه که نظر جمهور علما او را تایید میکند این هست که اسراف در برگیرنده مال و غیر مال هست. رب ذوالجلال بندگان خود را از اسراف میترساند، تحذیر میکند، میگه از اسراف کنار باشین، به اسراف نزدیک نشوین، خود به اسراف کردن عادت ندهید. میفرماید در آیت 31 سوره اعراف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، بندگان من بخورید و بنوشید. بخورید به اندازه و حلال پاک، بنوشید اما شراب ننوشید. به یکی از کسانی که روشن فکرا بودن سرخوردم، بحثی را پیرامون اسلام ستیزی آغاز کرد. بعد گفت جناب مولانا صاحب خدا گفته است بنوشید، امر خدا هست، ملایی هم میکنن سرت. سبحان الله، بسیار بی حیاگونه،
به شکل بسیار فجیعانه، هیچ حیا هم ندارن. میگه خدا گفته است بنوشید، حالا که من شراب مینوشم خدا گفته است بنوش. نه، بنوش، خو حلال بنوش، از حق خودت بنوش، از حرام کنار باش. دیگرش میگه که به همین بحثی استهزایی که دوام میته، میگه خدا گفته است ولا تقربوا الصلاة، به نماز نزدیک نشوید. اونجا الله میگه ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، در حالت نشع، بیهوشی، در حالتی که حرام خوردی، شراب نوشیدی، به نماز نزدیک نشی که تو چطور هستی، ناپاک هستی. اینا چی تو استدلال میکنن و استهزاء هم میکنن، در حالی که از این بیخبر که ابی الله و آیاته و کتبه و رسله کنتم تستهزئون، به شعائر خدا استهزاء کردن کفر است. قد کفرتم بعد ایمانکم، انسان کفر میکنه، ایمان خدا از دست میته. رب ذوالجلال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کلوا واشربوا ولا تسرفوا، ای بندگان من بخورید و بنوشید، اسراف نکنید، از حد خود زیاد نخورید، از حد مطلوب و معقول و نیاز و ضرورتتان زیاد نخورید و ننوشید. در خوردن و نوشیدنتان ولا تسرفوا، اسراف نکنید. چرا؟ به خاطر چی؟ امر و نهی خدا خود یک چرایی را با خود داره. نخورید و ننوشید، اسراف بخورید و بنوشید، اسراف نکنید. در خوردن و نوشیدنتان اسراف نکنید. چرا؟ به خاطر این که الله می فرماید انه لا یحب المسرفین، یقینا خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد. ما همه تلاشمان، گفتارمان، زندگیمان، حجابمان، حیامان، عدالتمان، نظام شرعی را پاسداری کردن، همین گونه صداقت و دیانت و عدالت و هر کار خوبی را که ما شب و روز انجام میتیم و به دربار الله زاری میکنیم خدایا این کارهای خوبی ما را به دربارت پذیرا شو. علتش چی هست؟ علت همی است که امیدوار هستیم که الله ما را دوست بگیره، تابعداری ما از خدا و رسول به خاطر این که محبوبی الله قرار بگیریم، دوستی الله باشیم. اینجا به صراحت قرآن میگه اگر اسراف کردی، اگر در خوردنت اسراف کردی، اگر در نوشیدنت اسراف کردی، شراب نوشیدی، غذای پاک از حد زیاد استفاده کردی، اسراف است. آب از حد زیاد اگر استفاده کردی اسراف است. به همین خاطر میگه سه بار، از 3 زیاد در لب بحرم باشی در وضو کردن، اگر استفاده عذاب کردی اسراف کردی. و انسانی مسرف اسرافگره، سوک چی اسراف کوی. انه لا يحب المسرفین، الله رب العالمین اسراف کنندگان را دوست ندارد. الله رب العالمین اسراف کون کی سره مینه او محبت نلری. اسراف کننده دشمن خداست، گروه شیاطین است، برادر شیطان است. اسراف کننده در کل امور، در مال، در خوردن، در نوشیدن، در تمام عرصه ها. مسرف، انسان اسرافگر حرامکار است. خواهر ناجیه از بلخ، بفرمایید خواهر. بله بفرمایید خواهر. بله سلامت باشین مادر، خوش آمدین. سوالتون ارائه بکنین. مولای شب خواب دادیم، یک خواب دیده گوی را تعبیر کنیم. بفرمایید. صدای تلویزیون تونه پخش کنین، سوالتون بگین. خواب دیده که در خواب گناه مقبول می باشه، با او گناه مقبول می باشه، یک دم همی گناه
خطر میشه بالا میره برگشت تاریکی میشه و توفان میشه نمو اصلا میگه ما بیدار شدم ما چون که خواب چرا خلاص و خود اینجا مشکل دارم دیگه خود اینجا سال یک دواری رو بریم نشان بسید یک نفله امی نماز استخاره چرا خم میشه نفلش من معلومات میتونم بیننده باشین مادر، معلومات میتونم براتون انشاءالله. خواهر ناجیه از بلخ سوالشان این هست که خواهرزاده ام خواب دیده که گلهای مقبول است و توسط طوفان این گلها از بین می روند. انسان در همچو حالت مواظب اعمال و کارهای خود بوده باشد. در حالات عادی با حجاب و تقوا و حلال و دیانت و مسیر شریعت روان هستی. اینمی زندگی خوب به زیر چتر اسلام به مثابه گل هاست. گل تو هستی، مثلی که گل بوی میته، صاحب گل خوشحال است. همین گونه تو خواهر من، تو مادر مسلمان، تو پدر مسلمان، تو مرد و زن مسلمان، زمانی که زندگی خودت در چینل و چوکات دین سپری بکنی با مثابه گلها هستی و خالقت ازت خوشحال است. اما انسان اگر از احکامات خدا سر باز بزند. خواهر مریم از پروان بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدین خواهر به برنامه پاسخ نور. سوالتون ایرا بکنین. مختلف خواب دیدم، یک سر خواب دیدم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از درمان میگه تو در کن نماز بخوان تو وقت که مطبوعات و دیگه شب خواب دیدم که به یکتر زینه کشتگی آسمان بسیار تو آتش میبارد، آسمان پر از آتش هست. باز یک مرغ در وقت مبرای در میگیره باید میشه باز میگم وقت داخل شده. معلومات میتون برتان مادر بیننده باشین. و همچنان زمانی که به جواب خواهر ناجیه که سوال کردن از بلخ، زمانی که انسان زندگی خود از چینل چوکات دین بیرون بکنه، به گناه ها آغشته شوه، احکامات دین پایمال بکنه، خدا نخواسته، از حرکت درست دیانت و تقوا کنار بروه، باز او به مثابه همی است که طوفان میاد و گل از بین میبره. گناه ها میان، اعمال خوب انسان از بین میبرن. الله تبارک و تعالی توفیق نصیب بکنه که ما و شما همیشه انسان است. خواهر انسان، سرورانی من، بیننده های عزیز، انسان خطا میکنه، سهو میکنه، اشتباه میکنه، گناه میکنه، اما باید برگرده، معتقد باشد که انه یغفر الذنوب جمیعا، خداوند همه گناه ها را معاف میکنه. خب به شرطی که برگردی، مواظب گناهانت باشی، متوجه خود باشی، محاسب باشی به خودت، حساب و کتاب بکنی خودت. مبادا همیشه قلبت زنگ بزنه، سیاه باشه، به عوض اعمال خوب با گناه و معصیت و ناروایی و اعمالی که همه خوبی ها را از بین ببرن، مثل از این که طوفان بیاید گلها را از بین ببره. و مادر ما سوال دومشان این بود که نماز استخاره را به طور خلاصه، ما در نماز استخاره فلسفهش این هست که انسان وقتی که خواسته باشد که یک کار مهم انجام بده، ازدواج بکنه، خانه بخره، خانه را به فروش برسانه، موتر بخره، سفری مهم به یک جای داشته باشه، وقتی که اراده انجام دادن یک کار مهم را داشته باشی، تو باید از نظر شریعت با خالقت مشوره بکنی. همین مشوره کردن با خالق را شریعت برش نام داده است نماز استخاره. و در قعدت دعای مشهوری است، دعای استخاره مشهور است، در کتب فقهی و کتب احادیث ثابت است. در اکثر کتابایی که فارسی و پشتو هم نوشته شدن این دعای استخاره موجود است. اللهم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و
از همین جا شروع تا با آخرش، بعد وسطش یک جای این دعا میآید که همو حاجتی را که تو داری، همو کاری را که میخواهی که انجام بدی، باید در اونجا نام بگیری که خدایا اللهم ان کان هذا العمل، خدایا اگه اینمی کاری که من هدفم است این به خیری من هستی را به من آسان بگردان، اگر به ضرری من هست، اگر به زیان و نقصان و تاوانی من هست، این کار شوق و رغبت و علاقه و اما آنچه حرکتی که من کردم را از من منصرف بکن، دور داشته باش از من. الله رب العالمین باز به انسان کمک میکنه و راه را برش نشان میده. خواهر مریم از کابل بفرمایید. صدای تلویزیونتون پخش بکنید خواهر. مولای سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، خوش آمدین، بفرمایید. مولای سلام استقلال نمیخواید اخبار 3 ماه. مادر شما به دکتر مراجعه کردین؟ بله دکتر صاحبان، مولای خیلی تبایی کلمه علاج میکنه، خیلی جانه شدم. الله تبارک و تعالی مشکل شما را حل بکنه. من معلومات میتونم براتون مادر، بیننده باشین. خیلی دیدی دکتر. خدا و به خاطر حل مشکلتان با پروردگار استخاره بکنین، مشوره بکنین انشاءالله که الله بعد او کار اگر به خیرتان بود، الله او کار به خیر انسان میسازه. شوق رغبتی انجام کار در دل انسان ایجاد میکنه. اگر کار به ضرر انسان باشد، الله امو شوق و رغبت و علاقه انسان از انجام دادن اون کار منصرف میگردانه و گاه بعد از استخاره سنت از خواب صورت بگیره، الله در خواب به انسان اون الهام میکنه که گاه در خواب هم انسان میبینه این موضوع را. الله تبارک و تعالی توفیق نصیب بکنه و مشکل مادر ما را حل بسازه. الله همیشه نماز حاجت بخونین، دعا بکنین، به خالقتان راز و نیازتان را تقدیم بکنین. حالا وقفه داریم، بعد از وقفه دوباره برمیگردیم. خب دوستای عزیز، دوباره خوش آمدین به برنامه پاسخ نور و برنامه عنوانی برنامه امروزی ما حرمت اسراف، یعنی حرام بودن اسراف از نظر اسلام و از دیدگاه اسلام. الله رب العالمین می فرماید که انه لا یحب المسرفین، خداوند اسراف کننده ها را دوست ندارد. الله به انسان های اسرافگر دوستی نمی کند، در بندگان محبوبش اینها را جای نمی دهد. از لیست محبوبان و انسانهایی که الله اونها را دوست دارد، انسانهای اسرافگر محروم هستند و دور هستند. خداوند ما و شما را توفیق نصیب بکند. گاه وقت در خانواده ها چقدر اسراف است، در غذاها چقدر اسراف هست، در عروسی ها چقدر اسراف های بی مورد و بی معنا هست. متاسفانه خوبترین ها را ببینی، اونهایی که دین میدانند از اسراف دوری نمی کنند، اونهایی که قرآن خواندن، تفسیر خواندن، حدیث خواندن، عقیده سالم هم دارند، باوری اسلامی و قوی دارند، در چینل و چوکات روحانیت هم زندگی میکنن، از اسراف دست بر نمیدارن. متاسفانه عطا ابن ابی رباح رحمه الله می فرماید نهوا عن الاسراف فی کل شیء، مسلمان ها از اسراف کردن در تمام چیزها منع شدند. مسلمان ها از اسراف کردن در تمام عرصه ها منع شدن. گفتارت باید از حد زیاد نباشد. گپ زدن، اسراف در گپ زدن، اسراف در دیدن، اسراف در شنیدن، اسراف در خوردن، اسراف در نوشیدن، اسراف در سفر و سیر و سیاحت، در تمام عرصه ها. خواهر خدیجه از کندوز بفرمایید. سلامت باشین خواهر، خوش آمدین. سوالتون اعلام بکنین، برنامه پاسخ نور است. اگر چیز ملایی صاحب اگر تهجد میخوانین، مریض هستن، در نماز
تهجد مرا دعا کنین. دیگه یک سوال دیگه هم داشتم. بفرمایید. دیگه یعنی تلویزیون ده صدایش پخش کن. دیگه یک سوال دیگه دارم که در یک رمضان اشتباه. سوال دیگه شان خواهریم صدایش قطع شد. با امید اینکه دوباره وصل شوند. پس اسراف کردن در کل چیز حرام است. ابن کثیر رحمه الله می فرماید ای لا تسرفوا فی الاکل لما فیه من مضرة العقل والبدن. در خوردن اسراف نکنید چون در پرخوردن به عقل و به بدن انسان ضرر است. ولا تسرفوا، خداوند گفته است کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، بخورید و بنوشید، خود اسراف نکنید چون در اسراف کردن در خوردن و در نوشیدن به عقل و به بدن انسان صدمه میرسد. عمرو بن شعیب از پدرش، از پدرکلانش روایت میکند پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بخورید، صدقه بکنید، بپوشید فی غیر اسرافین، بخورید، کلو و تصدقوا والبسوا، بخورید، صدقه بکنید، لباس هم بپوشید فی غیر اسراف، خو اسراف نکنید، اسراف حرام است. غلام حضرت از بغلان بفرمایید. صدای تلویزیون تون پخش کنین، بفرمایید سوالتون ایرا بکنین. مولای صاحب وقتی به مرتبات نماز حاجت تن و روز پنجشنبه خواند صدای تلویزیون تا استاد پخش بکن، سوال تا ایرا بکن. یا دیگر روزان خواندن میشه مولای صاحب؟ معلومات میتون بیننده باشید از طریق برنامه معلومات میتون. خواهر مریم از پروان سوال کردن خواب دیدم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را که برام میگن نماز بخوان و داستان دیگری هم حکایت کردن. بله در خواب حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را کسی که میبینه خوابش خوابی دقیق است، چون هیچگاه شیطان به شکل و صورت امام الانبیا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم خود را ساخته نمیتواند. بنان دیدن ملاقات جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات زیبا هست، خواب خوبی هست. خوشا به حال شما و تلاش بکنین که به حجاب و عفت و عزت و شخصیت خودتان بیشتر بیافزاین و به سیرت و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم خواهر عمل بکنین. و خواب دوم گفت از آسمان آتش می آید، میگن که قیامت است. بله این فتنه و فساد قرن 21 و در شرایط فعلی خانواده ها غیبت هست، متاسفانه تهمت هست، هزاران مشکلات دیگر هست. باید در این موارد انسان از گناه ها خودداری بکنه. خواهر زینب از کندوز بفرمایید. ببخشید خواهر زینب من سوالتون رو نگرفتم، از سر تکرار بکنین لطفاً. خانه ما از زمینی تو بچه ها خانه حتی پیشی را بود از سخن شده بود آدمی را از خانه قایل و دیست آمده دیم و مثلا که گرفته بود و آمدن قرآن بازی کرد که شما گرفتی یا نگرفتی یا مشکلات دیگرکی که گرفته بود که گفته بود میفهمد با فلانی نگفتیم فلانی نگرفته بود میگو خواستم که این بگیانه که قصار شده بلا کنگال شد من در چی مورد به شما راهنمایی بکنم مادر؟ خب شما در مورد کاری که دست سر قرآن ماندین و کار شما کردین یا نکردین؟ خب اثار خندیدی که برده بود بازی اثار ما را تحصیلش بودیم پیدا کردیم بازمی از دختره کن که را دیدی که را و در خانه ما او را گفتم که تو دیدی نکردی خوار دیدید کرده توی تو گفتی او خوارش نکرده بود
این خواهی که کلا بودی گفت میگه گفتم که تو کردی گفت که من نکردم من خبر ندارم دیگه این که کلا بودی گفت که من خوارم من ایجا پناه گفتی این قطعه کرده این قربان شان در قرآن مگه فهمیدم مادر باز قسم همو دختری که کار کرده او خورده چه شما خودتان قسم خوردین؟ نه قسم او خورد که درست است او را گفت فقط تو خواه برای خورده او را گفت فقط کنانی گرفت و خورد که من نگرفتی من معلومات میتونم براتون مادر بیننده باشین. خواهر مریم از کابل سوال کردن که طفلایم نمی پاین. مادر شما با دکتر متخصص مراجعه بکنین و در مورد نظر شریعت و دین این هست که انسان باید با قضا و قدر الله تسلیم باشه. یعنی معنا چی هست؟ از 4 ماه و 10 روز به بعد طفل عمرش شقاوت و سعادتش رزق روزیش الله حواله میته در همون بطن مادر. حالی که او از بطن مادر به دنیا می آید یا نمی آید ضایع میشه او به پروردگار تعلق دارد. اما برای ازی که خداوند شما را صاحب نعمت فرزند بکند از نعمت فرزندداری به این نعمت نوازش بده. خداوند کسانی که فرزند دارن برشان الله داده از قدر ازی را توفیقشان نصیب بکند که بدانن تربیه بکنن او را حمایه بکنن. اینه که به دنیا بیاره سرش بتو در کوچه و پاس کوچه و هر چی که کرد در کاری که انجام داد. شما دعا زیاد بکنین، نمازی حاجت بخونین، نمازی تهجد بخونین، با پروردگارتان سخت در تماس باشین. الله خامخا دعای شما را میپذیره. الله دعای مسلمان هیچگاه یعنی دوست مسلمان خالی بر نمیگرداند. بناهن شما باید از پروردگارتان بخواهین، دعا بکنین. انشاءالله ما هم دعا میکنم انشاءالله عزیزان ما که با ما هستن در این برنامه پاسخ نور و صدای ما را میشنون، خواستیم این هست که به این مادری متدین و مسلمان ما دعا بکنین خداوند اینها را از این مشکلی یعنی این که طفلای اینها نمی پاین این مشکل الله دفع بسازد و در نتیجه الله اینها را صاحب فرزند بکند و از نعمت فرزندداری مالامالشان بسازد انشاءالله. دعای مسلمان از ظهر غیب یعنی عن ظهر الغیب از غیاب برای مسلمان مستجاب است. به مادری متدین ما دعا بکنین و الله تبارک و تعالی مشکل مادری ما را حل بکند. خواهر خدیجه از کندوز سوال کردن که اگر تهجد میخواند برایم دعا کنید انشاءالله. خواهر الله تبارک و تعالی توفیق نصیب بکند. ما هم عاجز در این عرصه و انشاءالله که باز هم ما در نماز جمعه خطیب امام هستم خدمتتان برای شما خواهد دعا کردم. بعد از نمازهای فرضی هم انشاءالله از دوستا خاصی دعا و شما میکنم. شما که با این تماس میگیرین و خاصی دعا دارین شما به این معتقد هستین که دعا حل مشکل برای یک مسلمان هست. چرا نه؟ انشاءالله ما خامخا برای شما از طریق دوستای دیگر هم انشاءالله بعد از جماعت ها و در اماکن و ساحات و اوقات که وقتی استجابت دعا هست انشاءالله برای شما حتما دعا میکنیم و الله تبارک و تعالی مشکلات همه ما و شما را حل بگرداند و الله توفیق بندگی درست به همه من و شما نصیب بکند. غلام حضرت صاحب از بغلان به فیلم سوال کردن که نماز حاجت تنها روز پنجشنبه خوانده می شود یا همه روزه؟ جناب غلام حضرت صاحب نماز حاجت همه روزه خوانده می شود. نماز حاجت به جز اوقات مکروهه این وقتی چاشت که آفتاب تو و بالکل مظهره است، وقتی چاشت است، وقتی کراهیت، وقتی غروبی آفتاب و وقتی طلوع آفتاب که در این اوقات نماز خواندن من است، هر نماز خواندن من است. به جز همین اوقات مکروهه با معذرت دیگه در هر وقتی که شما نماز حاجت میخوانین، هر روزی که میخوانین، هر شبی که میخوانین، هر ساعتی که میخوانین هیچ مشکلی شرعی ندارد انشاءالله و هیچ ممانعتی برای ازی ثابت نیست. بیغم باشین، نماز حاجت هر وقت بخوانین انشاءالله خداوند حاجتتون را برآورد بسازه. خواهر فریبا از هرات بفرمایید مادر بفرمایید. خواهر صدای شما وصل است به برنامه پاسخ نور، سوالتون ارائه بکنین.
صدای خواهر ما تماشا قطع شد. با امید اینکه دوباره وصل شوند و سوال خدا پرسان بکنن. زینب از کندوز، خواهر زینب از کندوز سوال کردن که موضوع کم جنجال در خانواده ما رخ داده است و اینجا خواهر دختری که کار انجام داده است و پس قسم خورده است، حالا راه بیرون رفت از قسم خوردن و دست گذاشتن به بالای قرآن کریم چیست؟ ما در اول خو قسم خوردن به حق و ناحق در هر وقت به قرآن کریم و به اصلا به غیر الله قسم خوردن درست نیست و من موضوع قرآن شریف و به ذات پروردگار به همون صیغه های مطلوب و معقول و مشروع شرعی والله بالله والله بالله تالله به این کلمات سوگند خوردن مشروع هست و کسی که به دروغ سوگند یاد میکند او کفاره قسم باید بپردازد و در شرایط فعلی کفاره قسم همون 10 مسکین غذا دادن هست و یا اینکه 3 روز روزه بگیرد دیگه انشاءالله مشکل دیگر نیست. اگر کار انجام داده است و ناحق قسم خورده است یعنی حانیس شده است باید 3 روز روزه بگیرد و یا اینکه 10 مسکین شما غذا بتین و انشاءالله از این موضوع دیگه به سلامتی به در میآید و تلاش بکنید که در موضوعات زیاد قسم خوردن و این موضوعاتی که دقیق هستن و خطرناک هستن انسان دخالت نکنه، حق و ناحق و هر موضوع را هم کلان ساختن، موضوعاتی خرد و ریزه را کلان ساختن هم به فکر ما زیاد مناسب نیست. شما انشاءالله خواهری که هر کسی که به ناحق قسم خورده است و کفاره قسم پرداخت بکند انشاءالله مشکلتان حل است و از این مشکل شما به سلامتی انشاءالله به در خواهد آمدید. و از همینجا باز خدمتتان عرض بکنم که موضوع اسراف و حرمت اسراف از نظر شریعت اسلامی امام نسائی رحمت الله علیه در سنن خود از حدیث عمرو بن شعیب از پدر و پدرکلانش روایت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که شما مثل بنده امتیان من بخورید، صدقه بکنید و بپوشید، خوف غیر اسراف، در غیر اسراف و در غیر کبر و غرور و تکبر. انسان مسلمان باید تکبر نکند. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه می فرماید که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند بخورید و بنوشید و اسراف نکنید. ثابت از بلخ بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. خوش آمدین برادر، سوالتون ایراد بکنید. لغت کردن چه دوستت گناه داره؟ بفرم. ما معلومات میتون براتون بیرونده باشین. سلامت باشین. جناب ثابت صاحب از بلخ سوالشان این هست که توکره و پارچه هایی که از کاغذها در سرکا و در هر جای انداختگی هستن و انسان زیر پایشان میکنه گناه دارد یا خیر؟ البته در مورد همون کسی که میاندازد باید ایره تدیناً اخلاقاً متاسفانه که فرهنگ ضعیفی نظام اجتماعی ما در این سرزمین هر چیزی را که نفر گرفت ببینی که به 2000 سوار هست نوشابه را استفاده میکنه پس در سرک میاندازش، اما تو در سرک عمومی میاندازه. فرهنگی به یک زباله‌دانه یا به اشغالدانی یا جایی که اشغالی ها جمع هستن در میان ما مردم متاسفانه خیلی ضعیف است و ما در این موضوع عقب مانده هستیم، پس مانده هستیم و بیچاره هستیم. خداوند توفیق ما نصیب بکنه که هر چیز در هر جای ناندازیم. باقی آمدم به سوال شما جناب ثابت صاحب برادر عزیزی من که آیا این کاغذها را زیر پای کردن گناه دارد یا خیر؟ اگر در این کاغذها آیت و حدیث و کدام کلمه و نام الله محمد یعنی کلمات دعا احادیث و آیات اگر نوشته باشه و انسان بدانه و زیر پایشان بکنه دقیقا گناه است، ناروا است، انسان گناهگار است.
اگر در صورتی که این کاغذها کدام نوشته حدیث و دعا و آیت و این چیزا ندارن، در اون صورت زیر پای و حساب شدن از او کدام گناهی نداره، انسان گناهگار نمی شود. در صورتی که انسان نفهمیده هم اگر پایش در بالای کاغذی میگذاره که اونجا کدام کلمه مقدس هستن نفهمیده باشد، خود نافهمی انسان معذور هست، انشاءالله که مشکل ندارد. رویا از بلخ بفرمایید. سلامت باشین خواهر، خوش آمدین به برنامه پاسخ نور. سوالتون ارائه بکنین. من خودم نامزد هستم، همیشه خر میبینم که وقت زیاد سلات دارم، برد خر میبینم ماهی هست، بگم خر میبینم که طفل خود تشکیل میکنم. خودت گفتی چی هستی؟ نامزد هستم. خواه انسان های نامزد خواه میبینن دیگه. انشاءالله که خواه شما خوب باشن و زمینه برگزاری محفل شما مساعد شود تا اینکه از هر قسم خواه دیدن دیگه محروم باشه، دور باشین. انشاءالله معلومات میتونم خواهر برتن. پس در مورد سوال جواب ثابت سیب خدمتتان عرض بکنم که اگر انسان نافهمیده پایش بالای کاغذی بگذاره که اونجا نامی مقدس باشه یا کلام کلمه‌ای باشه، انشاءالله که در صورت رفع عن الامه الخطا و النسیان، انسان اگر خطا سهوا نافهمیده گناهگار نمیشه. اما بفهمی که این آیت و این حدیث و این یک شی مقدس است اونجا پایت میگذاری، با دو صورت انسان بله گناهگار است. خب بیشتر گناه این کار به کسی برمیگردد که او امو کاغذها را اونجا انداخته است، زمینه را مساعد کرده است، گناهی بیشترش با او انسان برمیگردد. الله تبارک و تعالی حفاظت بکنه همه ما و شما را و از گناه ها و از کارهای نامطلوب ما را الله تبارک و تعالی حفاظت بکنه. خواهر رویا از بلخ سوال کردن که خواب میبینم ماهی را خواب دیدن خواب خوبی هست. انشاءالله که شما گفتن نامزاد هستم، معمولا انسان هایی که نامزاد هستن بیشتر معلوم است که دیگه خوابهای از او با کدام چینل و سیستم روان هستن. باقی من موضوع خوابها را سروران عزیزی من ما انشاءالله در برنامه پاسخ نور یکی از استادای بزرگوار که همواره تعبیرات خوابها را جواب میدهند دقیق تر و اونها تخصصشان در عرصه هست، انشاءالله که در روز خاص به فکر ما همین روز پنجشنبه هست که در روز پنجشنبه یکی از استادای ما که در عرصه تعبیر خوابها اونها مهارت خاص خود دارن، در اونجا ارائه بکنین و انشاءالله معلومات براتون میتن. الله تبارک و تعالی به همه ما و شما توفیق بندگی و توفیق مسلمان زیستن را نصیب بکند که همواره کارهای ما و همواره خوابهای ما همه عبادت باشند، در زندگی و در بیداری و در خواب بودنمان به اساس امو مجرا و خواست شریعت اسلامی زندگی بکنیم. برخی علما نظرشان این هست که آیت قرآن عظیم الشان که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا، دو کلمه آمده است. یک کلمه تبذیر هست، ابزا مبذرین یعنی تبذیر، دیگه کلمه هم کلمه اسراف هست که در موردش نهی آمده است. اینجا علما میگن که تبذیر این عبارت است از خرج کردن مال در غیر راه معقول و مشروعش. تبذیر عبارت است از صرف کردن و خرج کردن مال در غیر راه مشروع و معقول و درست، یعنی به ناروا یک مال در راه غلط، در راه فحشا منکر لادینیت مال صرف کردن و پخش کردن، این را تبذیر گفته می شود. و همچنان در گناه ها و همچنان اسراف عبارت است از زیادت استفاده کردن غذا در مال، در طعام، در شراب، در لباس و در غیر حاجات. فرق بین دو کلمه هست که انسان باید مواظب باشد. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلك قواما. مسلمان ها کسانی هستند که اونها زمانی که انفاق بکنن اسراف نمی کنن،
ویژگی مسلمان هم است که اسراف نمیکنه. والذین لم اذا انفقوا، مسلمان ها کسانی هستند که زمانی که انفاق بکنن لم یسرفوا، اسراف نمیکنن. اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، و همچنان اسراف کننده نیستن، مبذرین نیستن در خرج اسرافشان، پس که از حاجت نفر اضافه و حساب خرج بکنن. و همچنان میفرماید که اونها بخیل هم نیستن، که به اهل و عیال و به خانواده های خود بخیلگی هم نمی کنن که حق خانواده خود کوتاه بکنن. یکون تو به این فکر هستن که در بیرون زیاد خرج و مصرف بیشتر میکنن، در خانواده خود ممسک هستن، مدخل هستن. این درست نیست که حق کسی که سرت حق مشروع داره تو را حقش کم بکنی و در بیرون به خاطری که مردم مرا انسان خوب جلوه بتن، گویا یک ریا واری یا یک خودنمایی واری این کار صورت بگیره. این درست نیست. از امو حالت ضرورت و نیاز بیرون مصرف کردن درست نیست و معقول هم نیست. و خیر الامور همی است که متوسط باشه، نه زیاد امساک و مدخلی و بخل، یعنی انسان دستبند باشه، نه همینقدر زیاد کل البسط، یعنی کاملا دست انسان باز باشد که باز خودش و اهل و عیالش به حساب محتاج شوند و به مشکل سردچار شوند. و این امر پروردگار است. ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک، که قدر زیاد دست خود به گردنت محکم نگیر، یعنی ممسک نباش، گشنه نباش، مدخل نباش، قدر زیاد پول و پیسه و ثروت و دارایی را جمع نکن. اما داستان معروف و مشهور صاحب جنتین که دو برادری که با هم اینها از یک پدر بودن، پدر وفات میکند، یکی از یا متدین و مسلمان و منفق در راه خدا خرج کننده و شخصی با ایمان و با دیانت، یک کسی دیگرش هم که مال زیادی از پدرش برش مانده بود، او انسانی ممسک، مدخل، بخیل، حسود، فقط هم و غمش دنیا، و او صاحب باغ و ثروت و دارایی در امتحان پروردگار قرار گرفت. ای که مال خدا و دارایی خدا در راه الله خرج کرد، هم دنیای خدا سعادت حاصل کرد و هم سعادت آخرت نصیب شد. او که همه دار و ندار خدا، فرزند و مال و ثروت و دارایی همه را جمع کرده بود، الله تبارک و تعالی توسط آفات سماوی و طبعی دار و ندار میوه و باغ همه دارایی زیر از بین برد. او چون ایمان نداشت، چون انسانی مناسبی نبود، از انفاق دست کشید، فقرا و مساکین و محتاج ها را متوجه نشد. پس رب ذوالجلال میفرماید که نه قدر زیاد اسراف بکن، دست محکم بگیر، دست خدا به حساب محکم بگیر و گوش نباش، از انفاق دست خدا بر ندار. و همچنین ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا، یا قدر زیاد دست خدا بازم نگیر که باز خودت محتاج باشی و خانواده خودت محتاج شوند. پس و من کان ذا مال فلیبخل بماله على قومه یستغنی عنه و یذمم، کسی که ثروت داشته باشد، دارایی داشته باشد، او از قوم خود، از مساکین، از محتاجین، از فقرا دست بردارد، به اونها تعاون نکند، کمک نکند، فکره انفاق در وجودش نبوده باشد. او انسانی هست که باز بد گفته می شود، او موردی مذمت پروردگار و شریعت قرار می گیرد، سعادتی دارین از دست می دهد. و همچنان علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه می فرماید که ما انفقت على نفسك و اهل بیتك فی غیر صرف ولا تبذیر، آنچه که تو با اهل و عیال و خانوادت خرج میکنی، صرف میکنی و در او اسراف نمیکنی، او به خیر تو هست و او مال و ثروت و دارایی است که الله ذوالجلال برات نصیب کرده است. اما آنچه که خرج میکنی و در او اسراف هست، در او بی‌بندوباری هست، در او یک عدل و فکره سالم تو نداری، او از شیطان است. چون انسانهای مسرف ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، الله رب العالمین ما و شما را از این صفت بد حرمت اسراف، از اسراف کردن ما و شما را حفاظت بکنه، دور داشته باشه. به این عمل و به این ویژگی و صفت نامطلوب و نامناسب خداوند ما و شما را هیچگاه توفیق سر و کار داشتن نصیب نکنه. همینجا وقتی برنامه ما با آخر میرسد، تا وقتی بعدی و برنامه بعدی
همه شما سروران و عزیزان را به الله یکتا میسپارم. الله یار و ناصر و کمک کننده و نگهبانتان باشد. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.